و اما مطلب بعدی راجع به آقای موسوی. درباره همه خیال میکردیم انتقاد بشه. درباره مهندس موسوی من واقعا تصور نمیکردم کسی زبان به انتقاد از ایشون باز کنه. اولا بنده ایشون رو خیلی خوب میشناسم. از همه کسانی که نسبت به ایشون تعریف کردن یا انتقاد کردن، بنده ایشان را بیشتر و بهتر و با مدت زمان بیشتری میشناسم. بالاخره شما 8 سال نخست وزیر بودید، چند بار رفتید پیش مراجع؟ اولا بنده ایشون رو خیلی خوب میشناسم. من نمیخوام وارد این بشم 95 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی در دولت شما بدون مصوبه مجلس برداشته شد و من میدانم که این دولت و این اقشاری که مربوط به دولت هستند در این حالی که محرومترین قشرها هستند با اخلاصترین قشرها هستند و در این حالی که با یک زندگی درویشانه میگذرانند به حمدالله قدرت معنوی دارند. اما جناب آقای موسوی، جناب عالی 8 سال نخست وزیر بودید، تنها یک روزنامه منتقد وجود داشت، اونم از سال 63-64 را افتاد. یک روزنامه که هفته 1 یا 2 نقد اقتصادی بر شما می نوشت که آمار ارقامی که من اینجا دارم الان اون نقدها رو تایید میکنه که خواهم گفت. دوره خودتون یادتون هست جناب آقای موسوی؟ برخلاف قانون اساسی اون حداقل اختیارات رئیس جمهور رو با فضاسازی سیاسی ازش گرفتید، شما باید وزراتون رو میبردید رئیس جمهور تأیید بکنه. برای اینکه اختلاف نظر داشتید کاری کردید امام وارد شد. برادران مسئول در دولت آقای مهندس موسوی و حمدالله همشون افرادی هستند که با قصد خدمت، با نیت اصلاح و با تلاش فوق العاده مشغول کار هستند و یقین است که تلاش و اخلاص وقتی که بود هدایت و لطف و رحمت الهی هم هست. امیدواریم که این هدایت الهی موجب بشود که همه مشکلات رو برطرف کنیم. برای اینکه اختلاف نظر داشتید کاری کردید امام وارد شد. اشخاصی که خارج ایستادند و اشکال میکنند از باب اینکه خودشون در گود نیستن. اشکال کردن یه چیز آسونی، اما حل اشکال مشکل است. در نمایندگان مجلس کسی جرأت داشت علیه شما حرفی بزند؟ کی دائما مقاله می نوشت، برخوردهای تند می کرد؟ اصلا اعتقاد نداشتن. از همه گویندگان تقاضا می کنم که شما یه قدری تعدیل کنید کاراتون را، تحت تأثیر نفس اماره واقع نشید. دولت موفق بوده است. وقتی که انسان فرض کنید از یک کسی گله دارد یا میبیند نقیصه‌ای در کار هست، این نصیحت میتواند بکند و باید بکند، اما لسان نصیحت غیر لسان لجن کردن و ضایع کردن است. من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم بگم؟ در دور بعدی یا میشه دور بعدی. حالا این ضرر به نظام دارد یا ندارد؟ نه، ما بذار حریفمون از بین برد ولو اسلام هم رفت جهنم. در بعضی اشخاص انسان اینجور میبیند و باید تجدید نظر بکنن در کارهاشون، باید توجه بکنن که اینا خدا نخواسته یه ورقی دیگه پیش نیاد. من راجع به افراد هم عقیدم است که یعنی شارع من اینطور است، مطابق او هستیم که اگر انسان یک مسلمانی را برای خاطر هوای نفسش لگدمال کند، این در اون دنیا شاید مجازاتش بدترین مجازات باشد و در این دنیا هم موفق نخواهد شد. این هزینه سنگین تبلیغاتی شما از کجا میاد؟ آقای موسوی من دوست دارم شما رو،
من باید عرض کنم که دولت ما دولتی است که از بس حسن نیت دارد مسائل خودش را ذکر نمی کند. من یه نکته عرض میکنم و این برای این نیست که از دولت یا از ارکان‌های دیگر تعریف کنم. این یه واقعیتی است که من عرض میکنم و شاید شما هم مطلع هستید و توجه دارید. یکی از عنایات بزرگی که خدای تبارک و تعالی به جمهوری اسلامی و این نهضت اسلامی عنایت فرموده این است که متصدیان امور، چه اونهایی که در مجلس خدمت میکنند و چه اونهایی که در دولت خدمت میکنند، چه اونهایی که در ارتش هستند، همه اینها از اون قشر مرفه نیستند. آقای میرحسین موسوی خودشون مستقل و شخصیت برجسته هستند، اما اگر قرار باشه با توجه به اینکه شهید رجایی به عنوان الگوی پذیرفته شده بین مردم شبیه سازی بشه، نزدیکترین فرد از نظر شخصیتی، از نظر مدیریت، بینش سیاسی و اجتماعی، بینش اقتصادی و مردمی بودن، نزدیکتر از هر کس به شهید رجایی است. موسوی زنده باد نخست وزیر امام، زنده باد مهندس موسوی، زنده باد فرزند فاطمه، زنده باد نخست وزیر امام، الله اکبر، زنده باد نخست وزیر امام، زنده باد مهندس موسوی، الله اکبر، زنده باد مهندس موسوی، زنده باد مهندس موسوی، زنده باد فرزند فاطمه، زنده باد نخست وزیر امام. آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور دولت ایشان را موفق می‌دانم. امام خمینی، صحیفه امام، جلد 19، صفحه 394.